احساسات. سلام، من تام هستم. امروز می‌خواهیم ببینیم احساسهای ما چی هستند. ما همه احساس داریم. گاهی خوشحالیم، گاهی ناراحتیم، گاهی نگرانیم یا میترسیم، گاهی عصبانی هستیم یا خجالت میکشیم. بعضی وقتها هم ممکن است همزمان احساسات زیادی داشته باشیم. احساسات ما مدام تغییر میکنند. ما احساسات خیلی زیادی داریم. امروز چه احساسی داری؟ این احساس کجای بدنت است؟ اگر بخواهی برای احساست رنگی انتخاب کنی، چه رنگی انتخاب می کردی؟ چرا این رنگ را انتخاب می کردی؟ از بزرگتری که کنارت هست بپرس چه احساسی دارد؟ خیلی وقتها نمیدانیم احساسهایمان از کجا می آیند، ولی هر وقت احساسهایت باعث نگرانی یا ناامنی یا ناراحتیت شدند، باید زود بروی با یک بزرگتر قابل اعتماد صحبت کنی. این آدم‌ها همیشه به حرف تو گوش می‌دهند. اگر درباره احساسهایمان صحبت کنیم، بهتر درکشان می‌کنیم. اگر بتوانیم احساساتمان را نقاشی کنیم هم کمکمان می‌کند. یادت باشد باید با بزرگتری صحبت کنی که به او اعتماد داری.